روش تنظیم آب در آبیاری قطره‌ای به این صورت است که با پیچوندن این پیچ میتونین کم زیاد کنین آبی که وارد پای درخت میشه. قابل تنظیم هست، هر چقدر زیاد باز کنی زیاد میریزه آب و هر چقدر هم کم باز کنین کم میشه. بستگی به تنظیم خودتون داره که زیاد باز کنین یا کم باز کنین. این قابل تنظیمه. ببینید همونجوری که من دارم باز و بسته میکنم الان کاملا بسته شد و اگه بخوایم باز کنیم یه ذره باز میکنیم و تنظیم میکنیم به دلخواه خودتون که هر چقدر دوست داشتین آب بره پای درخت. ممنون از شما.